جنی که به ما آسیب نزد ولی زندگی صاحبش رو نابود کرد. خب دوستای عزیزم، این داستان که میخوام براتون تعریف کنم یکی از دوستای نزدیک خودم برام تعریف کرده و من براتون تبدیل به قصه کردم. وقتی پدرم برای نفس کشیدن به سختی افتاد، دکترها گفتن هوای تهران براش سم شده. پس تصمیم گرفتیم بریم شمال، شهری به اسم چمستان. خانوادمون 5 نفر است. خواهر بزرگم سارا 14 سالش بود، من لیلا 13 سالم بود و برادرم آراد 7 ساله بود. اون شب از تشنگی بیدار شدم. رفتم که آب بخورم، دیدم آراد توی حال داره راه میره. رفت روی کاناپه به حالت مچاله خوابید. عصبانی شدم. گفتم باز از تختت فرار کردی؟ آب خوردم و پتو مسافرتی که روی صندلی بود بردم و روی آراد کشیدم. رفتم بخوابم که دیدم آراد روی تخت دراز کشیده و خوابیده. برگشتم پشت سرم و نگاه کردم. پتو اونجا بود ولی آراد نبود. با خودم گفتم چه سریع اومد دراز کشید. کی از کنارم رد شد ندیدم. بیخیال شدم و خوابیدم. روز بعد برای مادرم تعریف کردم و گفت چون خونه جدیده خیالاتی شدی، نیمه خواب بودی، سایه رو اشتباه دیدی. کشوی لباسام به هم میریخت. وسایلامو نمیتونستم پیدا کنم و از این بابت خیلی اذیت میشدم. چند روز بعد وسایلای خونه هم شروع کردن به گم شدن تا اینکه سویچ مادرم گم شد. 2 روز دنبالش میگشت. دیدم که به پدرم گفت یادمه گذاشتم سر جاش، 2 روزه پیدا نمی کنم. که یهو سویچ رو دست آراد دیدیم که از سر جاش برداشته. مادرم گفت من 2 روزه 1000 بار اونجا رو دیدم، اونجا نبود. پدر گفت حواستون رو جمع کنین. که مادر آروم بهش گفت این خونه جن داره، لیلا دیده. پدرم گفت بی سلیقگی خودتون رو گردن جن میندازین؟ مگه جن وجود داره؟ خرافاته. مادر چیزی نگفت. تقریبا 2 هفته گذشت که مامانم به بابام گفت محمود به خدا حس میکنم کسی غیر ما اینجا هست. وقتی دارم آشپزی میکنم یه مرد قد بلند پشت سرم میسته ولی من نمیبینمش. وقتی ظرف میشورم هم کلا پشت سرم وایستاده. که من یهو پریدم وسط حرفشون. مامان اون بچه اون شبی بود، الان دیگه کامل میبینمش، میگه بیا بریم بازی. ولی من ازش میترسم. قبل من همیشه تو اتاقم و وسایلامو به هم میزنه. سارا هم منو دعوا میکنه، فکر میکنه کار منه. اونقدر قسم خوردم که باور نمیکنه. من ازش میترسم. ولی چون شماها باور نمیکنید بهتون نمیگم. حتی موقعی که میخوام برم دوچرخ سواری هی میخواد نذاره. مزاحم سارا و آراد نمیشه، فقط منو اذیت میکنه. بابام گفت لیلا جان دخترم، مامانت میگه تو هم ادامه میدی؟ این چیزا اصلا واقعی نیستن. اگه اینطوره زن همسایه تنها زندگی میکنه، میره به اون اذیت میکنه. چرا ما که زیاد هستیم رو اذیت کنه؟ مامانم گفت زن همسایه حتی اسرائیل هم ازش میترسه
چه برسه به جن. باز پدرم باور نکرد. یه روز خالم ما رو دعوت کرد به خونش. گفت که شب هم بمونید. پدر گفت من بعد از شام میرم خونه، شما بمونید، مشکلی نیست، بمونید تا بچه‌ها حسابی بازی کنن. فردا که برگشتیم خونه پدرم گفت لیلا جان بیا ببینم اون بچه که میبینی چه شکلیه. یکه خوردم، مامانم هم رسید. گفتم مثل آراده، دقیقا هم اندازشه، موهاش بلنده و چشاش سفیدی نداره، بعضی وقتا دستاش خیلی دراز میشه تا روی زمین، بعضی وقتا هم گردنش انگار شکسته. گفتم بابا واسه چی میپرسی؟ گفت ببخشید که باورتون نکردم. بشین سیمین جان، بشین لیلا جان تا دیشب رو براتون تعریف کنم. و شروع کرد. رفتم اتاق دراز کشیدم. اومدن سراغم. اونقدر سنگینی میکردن که حس میکردم نمیتونم تحمل کنم. نذاشتن بخوابم. سر و صدا میکردن و نمیذاشتن که چشام رو هم بیاد. پتومو آوردم حال، روی کاناپه دراز کشیدم که اومدن اونجا هم نذارم بخوابم. پتومو برداشتم و رفتم توی لاپله نشستم. نشسته خوابم برد. هر سه به همدیگه نگاه کردیم. بابام گفت به نظرتون چیکار کنیم؟ مامانم گفت از چند نفر شنیدم که باید پیش دعانویس بریم. بعد از پرسجو یه نفر رو پیدا کردن. پدرم دعانویس رو به خونه آورد و من و مادرم همه چیز رو تعریف کردیم. دعانویس شروع کرد دعا خوندن و بعد رو به پدرم گفت آقا محمود، دعایی که نوشته شده خیلی قوی هست. نباید هیچ کسی بجز من و خودت خونه باشه. و مادرم ما رو برد خونه خالم. بعد از 2 روز برگشتیم خونه. قشنگ معلوم بود خونه چقدر آروم شده. شب که شد برای اولین بار راحت خوابیدم. صبح که برای صبحانه بیدار شدم دیدم پدرم برای مادرم تعریف میکرد که خدا به همون خیلی رحم کرده. دعانویس میگفت چقدر خوب این جنها برای شما دردسر درست نکردن، مخصوصا کوچیکه. اینا برای این آزاد شده بودن که به شما آسیب بزنن، ولی نمیدونم چرا با بچه های شما کاری نداشتن. مادرم گفت آخه ما که به کسی آسیبی نرسوندیم، کی با ما خصومت داره؟ که پدر گفت همون زن تنها که همسایه‌مون بود. تعجب کردیم. پدر ادامه داد اون خانوم وقتی جوان بود منو دوست داشته و من اصلا ندیدمش و با دعا و طلسم ما رو کشیده اینجا و این جنها قرار بود حسابی شما رو اذیت کنن تا خونه دعوا بشه و شماها برید و از فرصت استفاده کنه. مثل این که بچه هم داشته که توی تصادف شوهر و بچه با هم میمیرن. مامانم خندش گرفت. گفت مگه اینکه یه دیوونه غیر من دوست داشته باشه. بابام که سر کار رفتیم بیرون برای بازی. متوجه شدیم که دیشب اون زن از اون کوچه اسباب کشی کرده و رفته و دیگه از اون زن خبری نشد و ما هنوز بعد 15 سال توی چمستان زندگی میکنیم. خب دوستای عزیزم، امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه و تا آخر دیده باشید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار بدید و به دوستاتون ما رو معرفی کنید تا انرژی بگیرم.
اگه ویدیو رو دوست داشتید توی کامنت ها بنویسید بله، و اگه داستان ترسناکی دارید به آیدی تلگرامی که گذاشتم بفرستید یا توی کامنت ها بنویسید که داستان ترسناک دارید تا باهاتون ارتباط بگیرم.